و اومدن من به حزب دموکرات هم بسیار اعضای حزب سابقه داره باورم نداشتن، لیکن من اثبات کردم که من حزب پارلمانی شد. یک ما اعلان کردیم که حزب دموکرات تاجیکستان حزب اپوزیسیون کنستروکتیوی، یعنی با همه اصحاب کار میکنیم، با همه طبقه های جامعه کار میکنیم، علل خصوص با حکومت با حزب حکمران. برای چی؟ نفوذ بیشتر دارد. ساختارها اداره دولت در دست حزب حکمران و حکومت است. برای چی با این ما کار نکنیم؟ لیکن نوابسته از این، از تجربه پارلمانی من میدونید که من تمام نقطه هایی که نوابسته از اون شخصیت کی است، منصوب به کی است و خیشتوار کی است، منصوب مثلا یک وزارت یک شخصیت کی است، من بسیار انتقاد سخت میگرفتم و پشتیبانی از مردم و از منفعت های مردم میکردم. چی کارت پلاستیکی بود، چی اینترنت بود، چی درس